بسیار شاد و خوشحال و سرفراز بودند و می گفتند که انگیزه دارند که تا رسیدن به تضمین حفاظت اشرف و عدم حمله و خشونت و جنایت در آینده باز هم ادامه بدهند. من برای آنها شمه‌ای از اقدامات بین المللی را که در همین راستا در جریان است توضیح دادم و اصرار و خواهش کردم که به اعتصاب غذا خاتمه بدهند. تحمل آب شدن پیکر آنها و همچنین تک تک عزیزانم در کشورهای مختلف را بیش از این ندارم. دست آخر توانستم آنها را قانع کنم و اشرفی ها با این شرط که اگر امنیت و حفاظت آنها تضمین نشود دوباره اعتصاب غذای خود را از سر خواهند گرفت، درخواست مرا قبول کردند. از آنها واقعا سپاسگزارم. مجاهدان اشرف گفتند که سپاس و درود آنها را به اشرف نشانهای اعتصابی و متحسن در سراسر دنیا برسانم. آنها همچنین از کارزار جهانی حامیان پرشور و غیرت